با سلام به مردم شریف ایران. بعد از 47 روز ویدیو دوباره توی این چنل آپلود میکنیم، ویدیوی لانگ و تسلیت بچه ها میگم به هممون، به همه کسایی که عزیزشون رو از دست دادن و سعی کردم بچه ها هر چقدر بشه ویدیو نذارم، اما خب بیفایده است. باید مثلا یه جوری حواس خودمون رو پرت کنیم، هرچند که نمیشه این کارو کرد. اما خب بچه ها من گفتم بذارم یه ویدیوی جدید بذاریم در مورد حالا GTA V باشه، یک هم تنوع بدیم بعد از حالا این مدت که اینترنت ها قطع شد و دوباره وصل شد. بریم که بچه ها این ویدیو رو شروع کنیم. خب بچه ها 2-3 تا مکان هست که میخوام داخل GTA V بهتون نشون بدم. حالا شما میتونه از طریق چیت برید، البته همون GTA عادی هم باشید کار میکنه و جواب میده. بچه بریم وارد GTA V بشیم و از طریق زمین GTA V بهتون نشون بدم. خب بچه ها اولین منطقه ای که هستش اینجا، من الان نقشه رو به شما نشون میدم. سمت راست بالای تقریبا نقشه میشه، زومم کنم براتون. اینجا بچه ها تقریبا میشه که یه سطح هست. بچه ها اینجا ما باید بریم بالای این ساختمونه و با خودمون یه جوری بندازیم اینجا که الان من اینو با مربع میزنیم و میایم تقریبا اینجا و یکم بریم جلو، همینجور حرکت بریم. بله و این باگ فعال میشه و الان ببینید چه جالب. مثلا ما الان رفتیم داخل این ساختمونه و اگر الان بچه ها ما الان میتونیم بیرون رو بزنیم، یعنی مثلا میتونیم با تفنگ بیرون رو هدف بگیریم، اما از بیرون یعنی مثلا پلیس بخواد به ما حمله کنه نمیتونه این کار رو انجام بده. و این بچه ها اولین مکان بود که یه باگ خیلی جالب داشت، الان حتی خودمون هم غیب شدیم. بریم بچه ها واسه نقشه دوم. خب بچه ها دومین مکانی که میخوام بهتون نشون بدم، این بچه ها دیگه آخرین مکانی است که بهتون نشون میدم، 2 تا مکان بیشتر ندارم و اگر بچه ها ویو این ویدیو هم بالا بره حتما بچه ها ویدیوهای بیشتر درباره GTA V میذارم و بذارید بچه ها رو نقشم بهتون نشون بدم. ببینید من دقیقا اینجایی که ایستادم تقریبا همین جا میشه. آره خب شما بچه ها اینجا که میاد به این ساختمونه میرسید، بعد من اینجا میاید این طرف و شما الان با گلوله هرچی به این شیشه شلیک کنید ازش خون میاد بیرون، مثلا به جایی که شیشه بشکنه و اینا. خب بچه ها اگه من میخوام الان بهتون نشون بدم، ببینید من الان مثلا این گانو بر میدارم و شلیک میکنم به این پنجره های خونه و میبینید که بچه ها هرچی ما بهش تیر میزنیم خون داره میپاشه بیرون اینجوریه. و این هم بچه ها یکی از چیزهای خیلی جالبه که البته بچه ها خیلی چیزهای جالبتری هم هست داخل GTA 5 که اگر بچه ها دوست داشتید داخل ویدیوهای بعدی هم دوباره از اینجور ویدیو ها میسازم. خب بچه ها بریم برای پایان این ویدیو. خب بچه ها اینم بود از این ویدیو، هرچند که مکانا کم بودن، تایم ویدیو بسیار پایین بود، اما خب بپذیرید دیگه. و بخوام بهتونم بگم بچه من ویدیوی قبلی که گذاشتم 350 تا ساب داشتم و الان 400 و تقریبا 50 تا داریم میشیم و واقعا دمتون گرم، خیلی ممنون که منو حمایت کردید و حمایت میکنید و واقعا بچه مواظب خودتون باشین تو این شرایط. خیلی ممنون که تا آخرین ویدیو همراه من بودید. از این به بعد بچه هر چهارشنبه دوباره به روال قبل من ویدیو آپلود میکنم و هر سوالی هم داشتید داخل کامنت ها از من بپرسید. خدا نگهدار.